با پایان 3 روز آتشبس شکننده، درگیری‌های نظامی اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی فلسطینی روز جمعه از سر گرفته شد. درگیری‌هایی که گفته می‌شود شبه نظامیان فلسطینی آغازگر آن بودند. در جریان این درگیری‌ها دست کم 1 کودک فلسطینی جان باخته و 5 تن دیگر نیز زخمی شدند. با اثرگیری حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، ساکنان این منطقه که در جریان 72 ساعت آتشبس به خانه‌های اغلب ویرانشان آمده بودند، بار دیگر به اردوگاه‌های سازمان ملل از جمله این مدرسه بازگشتند. یکی از پناهجویان این اردوگاه میگوید: من در این مدرسه نمیترسم و احساس امنیت میکنم و از برگشتن به خانه‌ام هراس دارم. هرچند اسرائیلی‌ها نزدیکی این مدرسه را نیز هدف قرار داده و ترکش موشک‌ها و گلوله‌ها تا این مدرسه نیز رسیده است. این نمازگزاران مسلمان امروز نماز جماعت را در ویرانه‌های بجا مانده از این مسجد که در حملات هوایی اسرائیل تخریب شده به پا داشتند.